از قدیم هر کی عطسه میکرد پا میشدن براش یه آش اوماژ درست میکردن، یعنی این آش ضد سرماخوردگیه. بریم که با هم درستش کنیم. برای شروع کارمون اول یه پیاز داغ درست میکنیم و بعد پیازا که سبک شدن عدس خیس خورده با همراه ادویه ها و آب جوش میریزیم روش و اجازه میدیم عدس ها کاملا بپزن. بعد سبزی هایی که اسمشون رو توی کپشن نوشتم با همراه عصاره مرغ یا عصاره قلم به آش اضافه میکنیم و بهش زمان میدیم تا سبزی ها بپزن. آخر سر هم اوماج رو کم کم به آش اضافه میکنیم و آروم هم میزنیم. بچه ها دقت کنین طرز تهیه اوماج رو توی کپشن نوشتم حتما بخونین. بعد اینکه اوماج رو اضافه کردیم بهش 20 دقیقه الی نیم ساعت زمان میدیم تا بره و جا بیفته. خدایی نکرده اگه یه روز مریض شدین حتما این آش